بازم که تصویرت استپ داره. چیزی که دستت گرفتی و بهش میگن رونین در واقع یک لرزشگیره. لرزه ها رو میتونه بگیره، لرزه های ریز. ولی چیزی که نمیتونه مهار کنه اینه که ما بهش میگیم استپ. حالا چیکار کنیم این استپ نباشه؟ بیا تا بهت بگم. در راه رفتن عادی که ما میریم قد ما کوتاه و بلند میشه. دلیلش هم اینه که زانوی ما به بالا تنمون ضربه میزنه. ولی زمانی که میخوایم با رونین حرکت کنیم و استپ نداشته باشیم فقط کافیه که همون راه رفتن عادی دیگه زانومون داخلش صاف نشه که میشه این. اگر نگاه کنید میبینید که دوربین من دیگه بالا پایین نمیشه. در صورتی که در راه رفتن عادی بالا پایین شدن و استپ داشتن اتفاق میفته. تندترش هم بگیریم.